یه مدتی بود ما از حسین خبر نداشتیم، مدت زیادی گذشته بود خبر نداشتیم. هر چی سراغ می‌گرفتیم دانشگاه که گفته بودن رفته جبهه. حتی بین همسایه‌ها شایع شده بود که حسین شهید شده. برادرم به سپاه اهواز رفتن، سپاه مارشر، هر جا رو گشتیم حسین رو پیدا نکردیم. خانواده هم ناراحت بودن. حدود 45 روز تا حدود 2 ماه خبر از نداشتن ازش. عملیات هم شده بود. تا اینکه بعد از مدتی حسین خودشون اومدن خونه. وقتی اومد با یه لبخندی اومد داخل خونه. اینا همه خب روبوسی کردن، همه ناراحت بودن، ایشون با یه لبخندی اومدن داخل. بعد دیدن که صورتش خیلی سیاه شده بود، قرمز و خیلی به سیاهی میخورد. چهرهش هم تیره شده بود، اصلا غیر تا این حسین من با یه چهره ندیده بودم. بعد اومدن داخل نشست و خلاصه دیگه خانواده مقدار خوشحال شدن. بعد گفتم حسین بو نفت میدی؟ گفت که نه. گفتم چرا؟ خود احساس نمی‌کنی؟ کجا بودی اصلا این مدت؟ گفت هیچ. گفتم خود 45 روز الان حدود 2 ماه ما از خبر نداشتیم. گفت هیچ، من همین پشت جبهه بودم تدارکات میدیدم فلان. گفتم حسین ولی خب بو نفت میدی تو الان؟ خب کجا بودی؟ گفت نه حتما سوار این ماشینه که شدم بو نفت و گازوئیل پشت ماشین بوده، حتما بو گرفتم. هیچ وقت نمی‌اومد میگفت که من چه کاره هستم، چه کار میکنم، چه کاری انجام میدم. هر موقع میپرسیدیم که حسین تو اونجا چه کار میکنی؟ میگفت هیچ، من یک بسیجی ساده هستم، من کاری نمیکنم، من فقط بچهای مردم رو میفرستم جلو، ما خودمون جلو نمیریم، کاری نیستیم، یک بسیجی ساده. شهید حسین مقیمی‌زاده به عنوان دانشجوی رشته مترولوژی از دانشگاه صنعتی اصفهان بسیار محجوب، متین، دوست داشتنی بود. به اتفاق ایشون رفتیم آبادان. به من گفت من میخوام شما رو ببرم جایی که خونه قدیمی ما اونجا هست. ما رو برد تو همین دوران جنگ، کسی هم تو آبادان نبود اون زمان. خلاص صدای فقط تیر میومد که عراقی ها شلیک میکردن. با یک حفاظ خاصی ما رو برد اونجا. وقتی وارد خونه شدیم که خب کلی از خونه تخریب شده بود، ما رو برد سر یک 2-3 تا صندوقا رو باز کرد. من دیدم خدای این جوان معلومه از دوران در واقع نوجوانی وارد کارهای در واقع تخصصی شده. چندین رادیو، چندین کیت در واقع الکترونیکی و چیزهای دیگری از تو این صندوق در آورد و من نشون داد. اینا کارهایی بوده که مثلا من در قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم این کارا رو انجام میدادم و نشون میداد که آقای مقیمی‌زاده در واقع خیلی علاقه داشته به مسائل تخصصی که حالا قبل از ورود به دانشگاه، حتی قبل از ورود به جنگ، با اینها عجین بوده. ما ابتدای جنگ خاطرم هستش که حتی به جایی رسیده بودیم که برای یه سری از توپ‌ها و یه سری از ادواتی که مصرف می‌کردن گلوله هاشون رو سهمیه بندی کرده بودن. یعنی درست تو شرایطی که صدام با لشکر زرهی روزی صدها هزار گلوله شلیک می‌کرد، ما برای هر توپمون مثلا 40 تا 50 تا سهمیه گلوله‌ای مشخص کرده بودیم. و با توجه به وضعیت جنگ نه تنها سلاحی به ما نمیدادند، بلکه حتی همین تجهیزات مصرفی ساده رو هم در اختیار ما نمیگذاشتند. و در واقع آنچه که روحیه‌ای رو ایجاد کرده بود که بچه‌ها به کار بپردازن این بود که به این باور رسیده بودن که توان خود ما اینقدر هست که ما بتوانیم که چیزهایی رو که نیاز داریم استفاده بکنیم. باورمون بیاید که ما هم مثل سایر موجودات عالم می توانیم کارهایی انجام بدهیم، با این باور ان شاء الله به پیش بروید. بعد به شروع فرمان امام که فرمودن جهاد سازندگی تشکیل بشه، ما جهاد سازندگی آبادان رو تشکیل دادیم.
یه تعداد جوانای آبادان دور هم جمع شدن، از جمله شهید مقیمی زاده. هیچ امکاناتی به ما نمیرسید که به اصطلاح از وسایل استفاده بشه. اینجا بود که ما با دانشجوهای دانشگاه‌های صنعتی و علم و صنعت تهران و اصفهان و بچه‌های دانشگاه‌های فنی شهرستان‌های دیگه کار رو شروع کردیم. یاوران حسین آماده، یاوران حسین آماده، مصطفی جان به کف بنهاده. یا حسین یاوران حسین آماده، یاوران حسین آماده، مصطفی جان به کف بنهاده. عاشق و عارف و آزاده، یک کتاب دلیل و گویا، تازه شد نهضت عاشورا، تازه شد نهضت عاشورا. کاروان الهی برپا، کاروان الهی برپا، تازه شد نهضت عاشورا، تازه شد نهضت. خب یه جایی رو در نظر گرفتم به نام هنرستان ابوذر غفاری که علاوه تشکیلاتی یه مقدار خوب، چون که هنرستان بود ابزار کار و دستگاه تراش و وسایل چیزا خیلی مجهز داخلش بود. این باور را امروز دارید که می توانید صناع باشید و می توانید کارهای ابتکاری بکنید، خواهید توانست. خلاقیت این بچه‌ها واقعا از ابتدا اینجوری بود. یعنی ما میدونستیم که اینا واقعا مغز متفکرن، از همون ابتدا پیدا بود. سنی هم نداشتن، خیلی فرد عادی بودن، سنی هم نداشتن، ولی از همون ابتدا هر وقت ما مشکلاتی داشتیم میموندیم با اینا صحبت میکردیم، بلافاصله مثل یه فرد عادی میگه حالا چیکار کنیم، حالا بیسیم تا بیاد یا نه بیایم بشینیم خودمون این مشکلات رو رفع کنیم، بیایم دنبالش باشیم که به یه شکلی ما الان هیچی نداریم، وضعیت مملکت ما اینجوره، تو فکر باشیم که مشکلات رفع کنیم. فقط تنها چیزی که ما داشتیم اونجا خلاقیت بچه‌ها بود و پشت کارشون و خستگی ناپذیریشون که باعث میشد کارشون انجام بدن، خسته نشن و پیش برن. شهید چمران رو همه میشناسن ولی چمران‌های گمنام هم خیلی زیاد اومدن. ما بسیار داشتیم نیروهایی که در آمریکا سمت استادی دانشگاه داشتن، در اروپا سمت استادی دانشگاه داشتن، تمام به عشق انقلاب، به عشق فرمان امام همه رها کردن اومدن جبهه. جنگ که شروع شد آلمان بودم، داشتم از آلمان که برمیگشتم عده زیادی از ایرانی‌ها داشتن برمیگشتن. خب فرودگاه مهرآباد بسته شده بود، مجبور شدیم زمینی بیایم. توی تیکه تیکه با اتوبوس آمدیم، چند روز طول کشید تا خودمون رو به ایران رسوندیم. توی راه دکتر مهندس زیاد همراه ما بود که تحصیلاتشون بری کردن، از آمریکا اومدن، اروپا، از اروپا داشتن با ما می اومدن که بیایم ایران، تو اتوبوس با ما بودن. یکی از همین تحصیل کرده ها به من گفتش که اگه رفتی خدمت امام به امام بگو که سربازان تحصیل کردن زیاد داری، چون شایع شده این بسیجی ها اکثرا. حالا یکی از بسیجی هایی که زندگی خودش وقف کرده بوده، از همون اول جنگ خودش به آبادان رسونده بود و در خدمت جنگ بود، بعدم شهید مقیم زاده بود.
با مشکلات خیلی با روح خوش برخورد میکرد. یعنی ما نگاه میکنیم هر وقت تو مشکلات قرار میگیریم اعصابمون خورد میشه، به هم میریزیم، سر صدا میکنیم. این نه، خیلی آروم برعکس با یه لبخند وارد اون مشکلات میشد و سعی میکرد بچه ها رو آروم بکنه. بحث های محاسبات رو من باشون اختلاف نظر داشتم، چون سرم گاهی اوقات خیلی شلوغ بود و طرح‌های مختلفی کار میکردم. در یه مورد با کم حوصلگی طرح ایشون رو خط کشیدم و رد کردم، گفتم نه این غلط است و این انجام نمیشه. ایشون با یه اخلاق حسنه و با یک محبتی بالاخره یواش یواش به ما ثابت کرد که من اشتباه میکنم. این برای من خیلی مهم بود. یه جوانه، حالا من سابقه من اون موقع شاید 45-6 سالم بود، خب سابقه دکترا و سابقه تحصیلات زیادی رو داشتم، کارهای زیادی کرده بودم، محاسبات زیادی هم انجام داده بودم. برام خیلی جالب بود. به قول خودم یه سری از محاسبات از حفظم بود، اونجایی که محاسبات از حفظم بود اشتباه کرده بودم و ایشون خیلی با ملایمت و با اخلاق بالاخره هی از ما وقت گرفت، خورده خورده با ما ثابت کرد که کاری که داره میکنه درست است و طرحش کاملا درسته. با آرومی خوبی به ما جواب میدادن، در صورتی که میگم ما خودمون بعضی موقع از کوره در میاریم که اصلا نمیدونیم چیکار بکنیم تو مشکلات، تو اون تحت فشار، اون فشار و بارود که بعضی موقع بمباران میکردن اونجا رو خداوکیلی نمیشد نفس بکشید، تمام گلوله ها رو سر ما میریختن. خب تو اون فشار هم مثلا کارم بکنیم، ببین اون اصلا تو رویش اثر نمیذاشت، بلکه خیلی مقاومت‌تر و محکم‌تر میشد. دمای هوا بالای 50 درجه، بین 50 تا 60 هم میرسید. شرجی هوا طوری بود که تا یک هفته لباس‌ها اصلا از شدت رطوبت خوش نمیشد. برعکس این حجم کاری که انجام میداد هیچ وقت شما خستگی رو تو چهرهش نمیدیدی. یعنی همون لبخندی که همیشه رو چهرهش بود، از اون لحظه‌ای که تازه استارت کارش بود، شروع کارش بود، تا اون لحظه‌ای که شاید 10 ساعت 20 ساعت داشت کار میکرد، این چهره اصلا اون بشاشیت این چهرهش تغییری نمیکرد. میتونم بگم بارزترین خاصیتی که آقای موقع‌میزاده داشت و هرچی توفیقی هم حاصل میشد این بود که ایشون در بس در اختیار خدا بود و به یک کلام بهتر عبد صالح خداوند بود. عملیات قرار بود انجام بشه که اسکلای البکر و الامیه که شده بود مرکز جاسوسی دشمن، چون دشمن رو اسکلای البکر و الامیه رادارایی نصب کرده بود که خلیج فارس کنترل میکرد و تمام حمله های هوایی که به سمت خارگ انجام میشد کنترلش توسط همین رادارایی بود که رو اسکلای البکر و الامیه نصب شده بود، که قرار بود که این اسکلا مورد حمله قرار بگیره و یه جوری رادارها از کار بیفته. پروژه‌ای که تعریف شد برای از کار انداختن اسکلای البکر و الامیه و رادارایی که اونجا بود به این شکل بود که ما بیایم رو همین خط روله 48 اینچ که از اونجا تو ساحل خور عبدالله زیر مثلا میرفت زیر زمین و از زیر دریا به اسکلای البکر و الامیه متصل میشد و مواد نفتی رو اونجا برای صادرات منتقل میکرد به اسکلا. قرار بر این بود که ما تو ساحل خور عبدالله چاله‌ای کنده بشه و یک تیکه از لوله خارج بشه، یه پمپ دیزل اونجا نصب بشه که از بالا دست مواد نفتی رو مکش بکنه و به سمت اسکلای البکر و الامیه تزریق بکنه. رو اسکلا خب اون شیرهای نفتی که بود اونا بسته شده بود، منتها این شیرهای نفت یه توان مقاومتی داشت، مثلا فرض بفرمایید تا 300 پوند فشار تحمل میکرد، ولی اگر فشار بیش از این میشد خب دریچه های این شیرها
شکسته میشد و مواد نفتی پخش میشد روی محوطه. ما بنا بود که بیایم این پمپ نصب بکنیم و اینقدر فشار ببریم بالا که شیرا شکسته بشه و مواد نفتی روی سطح اسکله پخش بشه. شهید مقیمی زاده اومده بود به اصطلاح اونجا تو فاو به عنوان هماهنگ کننده عملیات که هماهنگ بکنه که ما مواد نفتی رو تزریق بکنیم و زمانی که داریم تزریق میکنیم که ما اطلاع بدیم که ولوا شکسته شده یا همون شیرهای نفت شکسته شده. شکسته شدنش هم اینجوری متوجه می شدیم که ما یه دستگاه فشارسنجی رو خط لوله نصب کرده بودیم تا زمانی که فشار داشت بالا می رفت، یعنی اینکه جلوی لوله بسته و فشار داره بالا میره، به محضی که عقربه فشارسنج می افتاد مشخص می شد که لوله ترکیده و جلوش آزاد شده. گزارشات تمام به ایشون داده می شد و هر جا هم که دچار مشکل می شدیم راهنمایی می کرد. شهید مقیمی زاده طبق هماهنگی‌هایی که با قرارگاه نوح شده بود اطلاع میدادن به بچه‌هایی که مینی کاتوشا داشتن که اونا چند تا مینی کاتوشا رو سطح اسکله شلیک بکنن. سطح اسکله تمام آغشته به مواد نفتی و مواد فراره. به محضی که یه مینی کاتوشا اونجا شلیک میشد آتش میگرفت. یه آتش سوزی خیلی عظیمی اونجا ایجاد شد که اصلا تلفات خیلی زیادی دادن عراقی‌ها و تمام دستگاهشون اونجا از بین رفت. نقش شهید مقیمی زاده که به عنوان نیروی هماهنگ کننده در این پروژه فعالیت داشتن ایشون این بود که بچه‌ها رو میگفتن آقا مثلا شما به ترتیب برید مثلا نیم ساعت یک ساعت بخوابید. بچه‌هایی که مثلا 15 ساعت کار کرده بودن 10 ساعت کار کرده بودن، ولی خود ایشون به شهادت سایر بچه‌ها و ما که تماشاچی به اصطلاح دوستان بودیم این بود که 3 شبانه روز، باورش شاید خیلی سخت باشه، با تلاش مستمر ایشون نخوابید. وقتی که بیسیم اعلام کرد که عملیات شروع شد و پروژه رو به پمپاژ شروع شد و نفت رو انتقال دادن به الوکبر امیه و اونجا رو آتش زدن، به محض صدای تکبیر و الله اکبر شهید مقیمی زاده که همونجور تاق‌باز گرفت خوابید، انگار که مثلا 20 سال خوابه، اصلا هوش رفت و تعدادی بچهای دیگه که هم کمک‌کار ایشون بودن اینا. قسمتی از دستگاه‌های مخابراتی که در ماشین نصب هستند و دستگاه‌های استراق سمع و راداری در این قسمت دیده میشه. شهید مقیمی زاده که استارت همین کار پروژه خط لوله رو انجام داده بودن و باید رو پروژه مهمتری کار میکردن، مجبور شدن که برن مثلا پایگاه شهید مقبولی و اونجا و پروژه اجدر و بقیه پروژه ها رو پیگیری بکنن. پایگاه معقولی زیر نظر قرارگاه مهندسی خاتم تشکیل شده بود در رابطه با مشکلات مهندسی جنگ و حل مشکلات. طرح‌هایی رو اجرا می‌کرد، کارهایی رو اجرا می‌کرد و معمولاً از نیروهای متخصص
بهره برداری خوب انجام میشد تو این پایگاه. یعنی نیروی متخصص می اومدن اونجا و ابتکارات خودشون رو اجرا میکردن. به اطلاع رسوندن که برادری به اسم برادر مقیمی که از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان هست مسئولیت این پروژه ها رو به عهده داره. در توضیحاتی که ایشون میدادن برای من مشخص شد که اولا که پروژه ها و مسائل تحقیقی پروژه های کاملا عملی است و موضوعاتش موضوعاتی است که از متن جبهه آمده و چیزهایی است که به شکل روزمره اونجا استفاده میکنن. دوم کارهایی است که به هر حال میتواند در نتیجه جنگ تأثیر داشته باشه و ما رو به موفقیت‌هایی برسونه. پروژه‌ای که شهید حسین مقیمی زاده مشغول به کار شدند یک اژدر دریایی بود برای شلیک از ساحل به دریا برای اهداف سطحی که در اون مقطع زمانی نیاز به داشتنش بود و الحمدلله تونستیم این توفیق رو داشته باشیم. از این تیپ اژدرها تولید کردیم. اژدرهای موجود مشکلش این بود در دنیا که سرعتش نسبتاً سرعت خیلی بالایی نبود و قابل ردگیری بود، ولی در این اژدر سرعت بسیار بالایی طراحی شده بود، در حدی که من که آشنایی داشتم با این مسائل ابتدا فکر کردم اشتباهی اتفاق افتاده و وقتی سوال کردم گفتن نه، دقیقاً به همین دلیل این سرعت انتخاب شده که ما بتونیم که اثر بخشی اینها رو بالا ببریم. نکته دوم این بود که در موقع برخورد بتواند که تخریب بیشتری ایجاد بکند و در واقع بتونه که اثر بخشی بالاتری رو هم در لحظه انفجار داشته باشه، که برای همین هم خب نوع طراحی که توی محفظه های متعدد صورت میگرفت در مورد خرج پرتاب، خرج انفجار و بقیه مسائل باید یک تغییرات عمده‌ای توی شکل‌های موجود اژدرهای جهانی ایجاد میشد. تقریبا تمام بخش‌های اژدر از بخش سیالاتش گرفته، بخش مکانیکش گرفته، بخش الکترونیکش گرفته، همه رو خودش کار میکرد. به نظر من از 10 تا دکتر مهندس هم بهتر طراحی میکرد، بهتر فکر میکرد، فکرش بهتر کار میکرد و نکات ابتکاری ریزی رو تو همون کارهای، تو مجموعه کارهایی که چیز میکرد هر قسمتش یه نکته ابتکاری بود. مثلا برای جدا شدن خود اژدر از اون سیلندی که ساخته شده بود، برای آب بندی کردن این، برای گذاشتن موتورها و شکل موتورها برای شکل به اصطلاح که توی مقاومت بسیار کمی رو چون موتورها داخل آب بود، یا پروانه‌ای که انتخاب میکرد، محاسبه پروانه رو میکرد برای سرعت و قدرت لازمی رو که حساب میکرد برای حمله این سیستم. الان طرح ایشون تبدیل شده به یه طرح اژدری که ما با اتکا به طرح این میگیم که هر لحظه بخواد آمریکا به ما حمله کنه، یکی از وسایلی که راحت میتونه ناوگان آمریکا رو از بین ببره همین طرح شهید مقیمی زاده است. البته غیر از طرح ایشون طرح‌های زیادی الان اجرا شده. آمریکا ما را از ناوک نترسونه، ما را از ناوکشاش نترسونه، با اون امکاناتی که در سطح دریا داره که برای ما که مبنای ایمانمون شهادته، تا اون آخرین لحظات، تا اون موقعی که خون در رگ‌هایمون جاریه، از این مرز و بوم، از این میهن و از این کشور انقلابی، از این جمهوری اسلامی تا پای جان ایستاده‌ایم، با اختراعات، با ابتکارات خودمون، با عرصه گذاشتن مانور خودمون انشاءالله قول میدیم که به بهترین نحو احسن از این مملکت و از این آب خاک دفاع کنیم. خاطرم از روز آخری که ایشون رو دیدم، در واقع میخواستن ببرن اژدری رو که نمونهش ساخته شده بود تست بکنن.
یه مقداری با هم صحبت میکردیم راجع به بحث‌های فنی. من یه مقدار نگران بودم که ایشون میخواستن برن، چون ابتدا 2 نفری قرار بود بریم. من یه مقدار اطلاعاتی راجع به مسائل انفجاری و مسائل طراحی و اینها به ایشون گفتم. ایشون یواش یواش احساس کرده بود که شاید من خیلی نیروی ساده بسیجی نیستم که اومدم اینجا، مسئولیتی دارم یا تحصیلاتی از قبل دارم و اینها. و من گفتن که راستی شما چه کاره، به اصطلاح چه مسئولیتی داری یا چه سمتی؟ گفتم من یه بسیجی معمولی هم اومدم دیگه. گفت نه، اطلاعاتتون خیلی زیاده راجع به این مسائل و اینها. گفتم حالا شما فکر کن یک بنده خدا هستم من. این جمله رو که گفتم ایشون یک لحظه فکر کردن، بعد به من گفتن که میشه من یه خواهشی بکنم؟ گفتم که آره. گفتن شما که دعا میکنی دعا کن برای من که من قبل از اینکه مهندس بشم، قبل از اینکه متخصص بشم، قبل از اینکه هر کاری بشم، مثل شما بنده خدا بشم. منم گفتم که شما بنده خدا هستید، ولی من نگرانم که اگر برید این کارها بمونه چی میشه و اینا. گفت این که نگرانی نداره، نه کار خدا روی زمین مونده و نه بندگان خدا گذاشتن که کار خدا روی زمین بمونه. من مطمئنم که هزاران نفر این راه رو ادامه خواهند داد، کما این که واقعا همینطور بود و ادامه دادن. باوری رو که شهید مقیمی و اون مجموعه در اون پایگاه انجام میدادن چیزی بود که من تا قبل از اینکه ببینم یا قبل از اینکه خودم درگیرش بشم حتی در ذهنم خطور نمی‌کرد که اصلا تو جبهه ممکن است کسی یا گروهی تو زمینه طراحی و زمینه‌های مهندسی و تولید تجهیزات به این پیشرفتگی کاری رو بتونن انجام بدن. خیلی از کشورهای بزرگ فکر می‌کردن یا حتی شایعه می‌کردن یا اخبار اعلام می‌کردن که ما به طور مثلا مخفیانه اینها رو از فلان کشور خریداری کردیم. به خاطر اینکه باور این قضیه خیلی مشکل بود که کسی باور بکنه که یک سری دانشجو، یک سری آدم یا فارغ التحصیل یا غیره تونستن که یک همچین کارهای سختی رو که تو دنیا بزرگترین صاحبان تکنولوژی انجام میدن بتوانن انجام بدن. سفر آخرشون که به اصفهان اومدن خانمشون خیلی اصرار میکنن که به جبهه بر نگردن، قطعنامه دیگه پذیرفته شده. حسین یه مقدار تردید پیدا کرد که بره یا نره. بعد اومد گفتش که خب من قرآن رو باز میکنم، قرآن هرچی گفت من همونو انجام میدم. گفت وقتی که قرآن رو باز کرد سوره توبه آیه 20 آمد که با جان و مالتون در راه خدا جهاد کنید. گفت وقتی این آیه رو دید گفت من دیگه نمیمونم، من میرم. همین بود که رفت و دیگه آخرین دیدارشون بود و شهید شدن. ساعت 2:02 بعد از ظهر بود که برای آزمایش اون اژدری که ساخته بود داشت آماده میشد که رای بندر امام خمینی بشه برای آزمایش. تک تک با دوستاش خداحافظی میکنه. در آخر سر یکی از همکاراش یا دوستاش بهش میگه که حسین ما داریم میریم مرخصی، شما داریم میریم اینو آزمایش کنید، تست بکنید، وقتی برمیگردید ما در مرخصی هستیم، ما شما رو نمیبینیم. بعد حسین فوری جوابش میده که نه اینطور نیست، شما برمیگردید من نیستم، شما دیگه من رو نمیبینید. موقعی که بندر امام میرسه به سر اسکله میرسه، موقع تست کردن اشکالی پیش میاد توی این اژدر. تریلی حامل اژدر برای اینکه برای تست نهایی به کنار دریا بره متاسفانه در مسیر ترددش که بالغ بر حدود شاید 100 کیلومتر مسیر میشد دوچار یک سری نوساناتی شده بود و لرزش هایی که باعث شده بود تا موشک از جایگاه خودش یه مقداری تغییر بکنه و نیاز به مهار کردن مجدد موشک بود. در آستانه رسیدن به ساحل شهید دستور دادن که تریلی متوقف بشه و خودشون شخصا برای جابجایی
اژدر به پشت تریلی رفتن که در این هنگام این اتفاق ناخواسته افتاد و خرج موشک به صورت نیمسوز عمل کرد. به محضی که ایشون میره بالا دست میزنه بلافاصله اژدر عمل میکنه و این بالاهای پشت اژدر ایشونو میچسبونه به دیواره فلزی پشت تریلی و بین اژدر و دیواره تریلی از چند نقطه استخوناش تا اون خورد میشه و اصلا پرس میشه. صبح روز بعد با هواپیمای اختصاصی وزیر محترم راه و ترابری همون زمان جناب آقای مهندس سعید کیا پیکر ایشون به تهران منتقل شد. مادرم هم اونجا بودن ولی مادر من گریه نمی کردن، هیچ موقع بیتابی نمی کردن. می گفتن که من از حالات حسین متوجه شدم که صورتش خیلی تغییر کرده بود، خیلی نورانی شده بود. حس کردم برادر خودم نیست، یک روحانی روی تخت بستریه. 17 روز در بیمارستان ایشون تحت درمان بودن که روز 17 میرسه به روز عاشورا. روز عاشورا من از خونه خارج شدم به قصد دیدن حسین. به خانواده گفتم خودم تنها میرم. رفتم نزدیکای ظهر بود. پرستار از من سوال کرد که شما چه کارشید؟ گفتم من برادرشم. پرستار به من گفت که بیا داخل ببین که لحظات آخرشه. برگشتیم می‌بینیم تختش خالیه. وقتی از پرستارا پرسیدیم اینا گفتن که همون لحظه‌ای که به اصطلاح اذان ظهر رو گفتن حسین هم همون موقع به شهادت رسید. شهادت گل خوشبو و معطری است که جز دست برگزیدگان انسان، برگزیدگان خداوند در میان انسانها به اون نمیرسه، اون رو بو نمیکنه. مادر من هیچ وقت گریه نمی کرد. فقط یادم صبحات توی خونه که تنها بود وقتی ما سر می رسیدیم می دیدم که داره همون لالایی رو می خونه فقط. یعنی هیچ موقع صحبتی نکردم، فقط من می دیدم لالایی رو می خونه.